تصور کنید مردم دنیا یه روز صبح از خواب بیدار میشن و میبینن قیمت بنزین 5 برابر شده. این یعنی همه هزینه‌ها، حتی هزینه جابجایی ساده یا خرید نون هم 5 برابر شده. این وضعیت دقیقاً از اینجا شروع میشه. تنگه هرمز. تنگه هرمز. تنگه هرمز. تنگه هرمز. The Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. فکرشو هم نمی‌کردم که کل دنیای مدرن امروزی تا این حد وابسته به یه باریکه آبی باشه، جوری که کل سیستم جهانی با یه حرکت میتونه تحت تاثیر جدی قرار بگیره. بعد از دیدن این قسمت شما هم احتمالاً مثل من به یک راز پی میبرین، رازی که نه تنها ترامپ بلکه کل دنیا رو شوکه کرد. یه چیزی از اول جنگ و بسته شدن تنگه هرمز ذهنمو مشغول کرده. چرا تا الان ایران از تنگه هرمز جدی استفاده نمی‌کرد؟ حالا چه استفاده مالی چه غیر مالی. چطور وقتی یک کشتی از کانال سوئز یا پاناما رد میشه باید میلیون‌ها دلار عوارض بده، اما از بغل گوش ما از تنگه هرمز 20% انرژی جهان کاملا رایگان عبور میکنه. اما ماجرا فقط سر پول نیست. بسته شدن تنگه هرمز تقریبا داره نزدیک به 2 ماه میشه. ترامپ عملا نتونست کاری بکنه که ایران بیخیال تنگه هرمز بشه. بنابراین تصمیم گرفت که اونم تنگه هرمز رو محاصره کنه تا اینجوری بگه اونی که تنگه رو بسته منم نه ایران. به هر حال ما میخوایم با هم بفهمیم که اگر تنگه هرمز بسته بمونه چه بلایی سر دنیا میاد. ممکنه آخر الزمان سوخت و انرژی نزدیک باشه. ممکنه این صفحه‌ای که الان دارید باش برنامه رو ببینید خاموش بشه. ما سفرمون رو به عمق ماجرای تنگه هرمز از اینجا شروع میکنیم. چرا تنگه هرمز مهمه؟ همونطوری که میدونید تنگه هرمز جنوب ایران و شمال عمان، جایی که خلیج فارس رو به دریای عمان متصل میکنه و در باریکترین نقطه خودش فقط 39 کیلومتر عرض داره که برای تنگه‌ای که حدود 20% از سوخت جهان ازش منتقل میشه واقعاً باریکه. از نظر تاریخی تنگه هرمز خیلی نقش مهمی داشته. از زمان نادرشاه، شاه عباس، پهلوی تا الان هم که جمهوری اسلامی با خیلی‌ها درگیر بودیم اینجا، از اسپانیایی‌ها گرفته، پرتغالی‌ها گرفته، بریتانیایی‌ها گرفته و الان هم آمریکا. 886 خورشیدی دو آلبوکرکی با 7 کشتی و 460 سرباز به سوی خلیج فارس حرکت می‌کند و می‌خواهد هر چه زودتر به هدفش برسد. راه دستیابی به تنگه هرمز جزیره کوچک ولی ثروتمندی است که در شمال آن قرار دارد. جزیره هرمز. تنگه هرمز دومین گلوگاه تجاری جهانه که راجع به اولیش که خیلی مهمه در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم. به گزارش اکونومیست 16 الی 17 میلیون بشکه نفت از اینجا عبور می‌کنه و به خاطر اینکه 68% از ذخایر نفت و گاز جهان توی خلیج فارس قرار داره، این تنگه یکی از مهمترین نقاط جهانه. اما تصور کنید که البته داره با واقعیت روبرو میشه که مردم دنیا با یه شوک‌های عجیب و غریبی مواجه بشن. مثلا اروپایی‌ها دیگه سوخت نداشته باشن، چرخه عرضه کالاشون آسیب جدی ببینه، شرکت‌هاشون به دلیل توقف فعالیت نیروهاشون رو تعدیل کنن. اونا چقدر میتونن با این وضعیت ادامه بدن و دووم بیارن؟ و خبر بد براشون اینه که این ماجرا با جنگ بر علیه ایران شروع شده. وقتی که جنگ با ایران شروع شد، ایران تهدید خودش رو عملی کرد و تنگه هرمز رو کنترل کرد که به خاطر همین سئول اکونومیک گفته که 20 تا 30% از عرضه جهانی متوقف شده و یک بحران جهانی سوخت به راه افتاده. بحرانی که بسته به مدت زمانی که ادامه پیدا کنه میتونه تا 70% قیمت سوخت رو بالا ببره و قیمت نفت رو به $200 برای هر بشکه برسونه. حالا تصور کنید اگر نفت به $200 برسه چی میشه؟ خیلی ها فکر میکنن وقتی نفت بالا میره فقط بنزینه که گرون میشه. به طور میانگین هر 10% افزایش قیمت نفت میتونه چیزی حدود 0.1 تا 0.3% تورم جهانی رو بالا ببره. این یعنی چی؟ یعنی هزینه حمل و نقل بالا میره، تولید گرون میشه و آخرش این مصرف کننده است که داره بیشتر پول میده. اما ضربه اصلی اینجا نیست. همین افزایش قیمت نفت همزمان رشد اقتصادی رو هم میکشه پایین، تقریبا با همون نسبت، حدود 0.1 تا 0.3% کاهش رشد. حالا این دوتا رو میذاریم کنار هم، تورم بالا، رشد پایین. اینجا دقیقاً نقطه‌ایه که اقتصاددانا بهش میگن رکود تورم. یعنی وضعیتی که همه چیز داره بدتر میشه، قیمت‌ها بالاتر میرن ولی اقتصاد رشد نمیکنه و قوی‌تر نمیشه. و اینجاست که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی میمونن بین دو راهی. اگه نرخ بهره رو بالا ببرن، تورم رو کنترل میکنن، ولی ممکنه اقتصاد رو خفه کنن و اگه کاری نکنن تورم از کنترل خارج میشه. اگه فکر میکنین این چیزایی که تا الان شنیدین بحران اصلیه، نه، تا بحران اصلی مونده. بحران اصلی زمانیه که غول‌های دنیا ذخایرشون تموم بشه. چی میشه؟ وقتی که ذخایر یک کشور بزرگ مثل چین تموم میشه، میزان تقاضا برای باقی منابع خیلی زیاد میشه و توی فرمول ساده اقتصادی عرضه و تقاضا
بحران به مرگبارترین بخش خودش میرسه. همه این بحران‌های سوختی که تا اینجا گفتم به خاطر اینه که فقط تنگه هرمز بسته شده، اما ترامپ سعی کرد بازی رو عوض کنه و اومد محاصره معکوس انجام داد. و حالا همه دنیا از ترامپ یه سوال دارن که تنگه بسته رو چرا باید محاصره کرد. توی زمان همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین هم دنیا به خودش همچین بحران نفتی رو ندیده بود. ما توی دوران جنگ و مذاکرات آتش‌بس شاهد این بودیم که ایران تنگه هرمز رو کامل نبسته بود و از استراتژی به نام کنترل هوشمند یا کنترل مدیریت شده استفاده می‌کرد. یعنی برخی از کشتی‌ها با دریافت تاییدیه از ایران و پرداخت عوارض اجازه عبور از تنگه هرمز رو داشتن که عموماً مقصد اون کشورها کشورهای دوست یا بی‌طرف بود. اما حالا با این محاصره دریایی ترامپ احتمالاً ترامپ قصد داره این 4 تا کارو بکنه. اولیش اینه که احتمالاً میخواد مانع خروج این نفتکش‌ها بشه که به گفته نشریه رویترز درآمد ایران رو تا حدودی مختل کنه. دومیش اینه که احتمالاً میخواد منابعی که به چین میرسن رو محدود کنه. سومیش اینه که آمریکا اینطوری میتونه یه سیستم نظارتی آبی توی آبهای بیرون تنگه هرمز بسازه. چهارمیش اینه که اگه نیاز به عملیات آبی خاکی یا هوابرد در جزیره‌های ایرانی بود، حضور این نیروها کمک جدی به این عملیات میشه. اما این سناریوها فقط به نفع ترامپ نیست، این یک تیغ دولبه است. چرا؟ به خاطر اینکه ترامپ احتمالاً فکر میکنه ما چون تحت فشاریم، همه دنیا هم باید تحت فشار باشن تا بیان به حل بحران تنگه هرمز کمک بکنن. اما این اتفاق میتونه تقاضا رو به خاطر بحرانی بودن شرایط افزایش بده. یعنی کل دنیا میبینن که شرایط بحرانی تره، تقاضا افزایش پیدا میکنه و تقاضای زیاد بدون عرضه چه اتفاقی میفته براش. و سوال الان اینه که کی بیشتر دووم میاره و کی بیشتر طاقت داره؟ کشوری که سالها تحریم بوده و بازی فشار و کمبود و بلده، یا کشورهای آمریکایی و اروپایی که مبتنی بر اوراق بدهی هستن؟ اما این همه چیز نیست. تصور کنید به جای نفت داریم راجع به غذا صحبت میکنیم، راجع به صنایع مادر، راجع به فناوری و تکنولوژی. بحران سوخت روی همه اینا تاثیر میذاره و فشار گذاشتن روی ایران هم چیزی رو بهتر نمیکنه، بلکه میتونه اوضاع دنیا رو واقعا بدتر کنه. چطوری؟ اگه یادتون باشه اول ویدیو گفتم تنگه هرمز دومین گلوگاه مهم جهانه. اولیش کجاست؟ دست کیه؟ چه تأثیری داره؟ مهمترین تنگه ترانزیت جهان تنگه باب المندبه، تنگه بین یمن و جیبوتی که دریای سرخ رو به اقیانوس هند یعنی پایینتر از دریای عمان وصل میکنه. گذرگاه خیلی مهمی که در پهن‌ترین نقطه خودش به 40 کیلومتر میرسه و در باریک‌ترین نقطه خودش فقط 26 کیلومتر عرض داره و برای عبور و مرور کشتی‌ها مجبورن که در 2 لاین صف بکشن تا بتونن وارد و خارج بشن. این تنگه که طبق آخرین آمار توی سال 2018 روزانه 7 میلیون بشکه نفت رو از خودش عبور میداده، در اختیار متحد ایران یعنی انصارالله یمنه. اما مهمترین نکته راجع به این تنگه دیگه نفت نیست. این تنگه مهمترین گذرگاه تجارت جهانیه. کالاهای خیلی بیشتری رو نسبت به نفت عبور میده، کالاهای تجاری، غذا، مواد اولیه برای صنایع مادر و غیره. و حتی نباید فراموش کرد که کابل‌های اینترنت جهانی هم از این تنگه عبور میکنن. قبلا انصارالله یمن توی درگیری که با اسرائیل و آمریکا داشته تهدید کرده که میتونه این کابل‌ها رو قطع کنه. و اما مهمترین بخش این برنامه اینه که اگر ایران بخواد از کارت باب المندب هم استفاده بکنه و باب المندب هم مثل تنگه هرمز کنترل بشه، چه اتفاقی میفته؟ حذف 40% از عرضه جهانی سوخت اتفاق میفته. اختلال 15% توی تجارت جهانی همراه با افزایش 100 الی 150% قیمت نفت، چون هم عرضه متوقف شده و هم ترانزیت دچار مشکل شده و ادغام این دوتا با بسته شدن تنگه هرمز میتونه قیمت نفت رو به $230 حتی برسونه. از سمت دیگه هم هزینه گاز 2 تا 4 برابر میشه و قیمت بنزین هم طبق تحلیل سایت‌های دقیق انرژی ممکنه 30 تا 50% دیگه هم افزایش پیدا بکنه. البته اونم در کشورهای تولید کننده، نه در کشورهای وارد کننده، اونها حسابشون جداست. اگه باب المندب هم بسته بشه، مسیر کشتی‌های تجاری هم عوض میشه. اونا مجبورن قاره آفریقا رو دور بزنن تا به اروپا و دریای مدیترانه برسن و این یعنی افزایش زمان سفر به 10 الی 20 روز. یعنی کشتیایی که پیش از اون 20 تا 30 روز توی راه بودن، حالا 40 تا 59 روز باید یک مسیر رو طی بکنن و این به معنی افزایش 200 تا 400% توی ترانزیت جهانیه. توی کالاهای اساسی 30% و توی غذا ممکنه 40% یا بیشتر افزایش قیمت رو ببینیم و توی کشورهای وابسته ممکنه که بحران غذا هم اتفاق بیفته و تورم جهانی رو 6% افزایش میده و رشد اقتصادی رو هم 5% کاهش میده. بحران بعدی مربوط به سوخت همین کشتی هاست. به خاطر اینکه مسافتشون بیشتر میشه، طبیعتا سوخت بیشتری رو هم میخوان. بین 30 تا 50% افزایش تقاضای سوخت کشتی هاست که با کمبود سوخت اینها هم یا متوقف میشن یا اجارهشون خیلی بالا میره یا تامین هزینه‌هاشون بالا میره یا ممکنه با کمبود کشتی و کانتینر مواجه بشن کشورها.
یعنی کشتی و کانتینرهایی که برای یه سفر 2 ماه به طور مثال روی آب بودن حالا 3 ماه روی آب هستن. برای نگه داشتن تداوم چرخه تجارت نیاز به کشتی‌ها و کانتینرهای بیشتری است، یعنی کاهش 30% ظرفیت. و وقتی این اتفاق بیفته یعنی اینکه باید روی کالاهای تجاری اولویت بندی کرد و برخی از کالاها کمیاب‌تر میشن. از طرفی افزایش هزینه‌های سوخت و نگهداری مواد غذایی و کالاهای فسادپذیر هم بیشتر میشه و انبار کردن اونها هم سخت میشه. اما با همه هزینه‌هایی که تنگه باب‌المندب و تنگه هرمز میتونه برای دنیا ایجاد بکنه، آیا محاصره کردن تنگه هرمز یا باب‌المندب میتونه جواب ماجرا باشه و راه حل باشه؟ آیا شروع مجدد جنگ بر علیه ایران میتونه این ماجرا رو حل بکنه یا اوضاع رو بدتر میکنه؟ نظر شما چیه؟